ما قرار هست از یه خرگوشی استفاده کنیم که بپره روی صفحه مختصات حرکت کنه. حالا چطور این اتفاق بیفته؟ ببینید ما میخوایم از انیمیشن های آماده استفاده کنیم. شاید اسم گیف به گوشتون خورده باشه. گیف های سری انیمیشن های آماده هستن، خیلی هم قدیمی هن و میتونیم از اونها استفاده کنیم. خب مثل همیشه اینترنت خیلی برای ما کمک کننده است. اینجا حالا ما میتونیم انگلیسی جستجو کنیم. یه خرگوش رو میخوایم که بپره دیگه. مثلا بنویسیم مثلا جامپینگ رابیت مثلا. ببینید یه سری خرگوش برای ما آورد. دوباره ایمیج رو بزنیم همونجوری که خدمتتون گفتم. فکر کنم این مناسب باشه. درسته؟ یک کلیک چپ کنیم ببینیم بله گیف هست. ببینید داره بالا پایین میشه و داره تکون میخوره. ببینید کلاس تا ساعت چنده سعی میکنیم تا انشاءالله قبل از حالا 7:30 7:20 اینا مطالب رو خدمتتون بگیم. هر چیزی هم که مون من براتون فیلم ضبط میکنم. اگه سوال چیزی هم بود عرض کردم میتونید بپرسید و حتما خدمتتون توضیحات لازم رو عرض خواهیم کرد. خب این جالب هست. میبینید دور و برش سفید داره. اشکال نداره. این رو حالا انتخاب کنیم. یه کلیک راست بزنید. خب بیایم ببینید نوشته save image as، یعنی ذخیره تصویر در حال مکانی. حتما چک کنیم که این فرمت ما گیف باشه. میبینید GIF، چون اگه فرمت های دیگه ذخیره بشه به درد نمیخوره. حالا گیف قبلی رو پاکش کنم. این رو اینجا ذخیرهش میکنیم. خب ذخیره شد این گیف خرگوش ما و اجازه بدید چطور واردش کنیم. خیلی راحت روش کلیک چپ میکنید. تو اون پوشه‌ای که اون رو ذخیره کردید و درگ اند دراپ کشیدن و رها کردن روی سندتون میارید. دیدید؟ حالا چطور کوچیکش کنیم؟ دو تا راهکار هست. این گوشه رو بگیریم بیایم پایین‌تر یا از این بالا در تب پیکچر فرمت. این بالا رو میبینید میتونیم از اینجا هم کم و زیادش کنیم. حالا هر جور که باز خودتون راحت تر بودید. خب حالا بحثی این قسمت های سفید خب خیلی داره کار ما رو واقعا ضعیف جلوه میده و باید از بین بره. ببینید خرگوش انگار در یک قسمت سفید رنگ قرار گرفته. چطور این رو از بین ببریم؟ ببینید روش کلیک میکنیم که انتخاب بشه. خب تب پیکچر فرمت، میبینید تب پیکچر فرمت. بیایم روی قسمت کالر. خب یک کلیک چپ پایینتر set transparent color این رو بزنیم. میخوایم یه رنگی رو برای ما حذف کنه. درسته؟ ما چه رنگی رو میخوایم تو این کارمون حذف بشه؟ رنگ سفید. روی قسمت سفید یک کلیک چپ کنیم میبینید از بین رفت. دیدید چقدر راحت بود و جذاب. ببینید دیگه الان خرگوش ما قسمت های سفید رو هم دیگه نداره. و اگر نمیبینید من یه ذره بیارمش بالاتر. خب دیدید تا اینجا کار متوجه شدید؟ سوالی چیزی نیست؟ یه حالا بازخوردی هم بدید ممنون میشم تا بعد انیمیت کردنش رو هم خدمتتون بگم. میتونیم با کراپ هم یا داریم دور برش رو هم ببندیم حالا اگه خواستیم. اگر تا اینجا کار سوالی نیست بله میگم چطوری حذف کردم. بله الان میگم چطور قسمت های سفید از بین رفت. نه فقط سفید بلکه هر رنگ دیگه هم بخوایم میتونیم از بین ببریم و یه تکنیکی ما داریم به اسم کروماکی یا حذف پرده سبز که اون رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. فوق العاده اون هم کاربردی و بحث حرفه‌ای هست. بله این قسمت سفید رو هم حتما خدمتتون میگم. خب ببینید اینو من حذفش میکنم اصلا کلا وجود نداره. خب ما چیکار کردیم؟ اون گیف رو پوشش رو بیاریم. گیف رو دانلود کردیم. همین شد دیگه. درسته؟ کشیدیم داخل پاورپوینت رها کردیم. میبینید به این شکل پیش‌فرض در اومد. درسته؟ حالا خب قسمت بالا نیست. یه مقدار کوچیک‌ترش کنیم اگه که معلوم تر بشه. ممکنه بله قسمت بالا نباشه. من فکر کنم هستش. درسته؟ خب گیف وارد شد. میبینید همینطور مدام داره بالا و پایین میشه. گیف کلا خاصیتش همینه. یه در واقع
انیمیشنی هست که مدام تکرار میشه، از اول تکرار میشه. خب چطور ما این قسمت های سفیدی که واقعا خیلی کار ما رو ضعیف کرده رو حذف کنیم؟ ببینید ما انتخاب میکنیم گیفمون رو، خب اوکی، دوبار کلیک چپ میکنیم که قسمتاش بیاد. بریم بالا، ما اینجا چند تا سربرگ یا تب داریم، درسته؟ پیکچر فرمت. خب یه ذره بریم سمت چپ، اینجا میبینید نوشته کالر، میزنیم میایم ست، ببینید ست ترانسپرنت کالر. خب اینو میزنیم. حالا این کار برای چیه؟ این کار برای اینه که ما یه رنگی که نمیخوایم رو حذف کنه. چه رنگی ما نمیخوایم داخل این گیف؟ رنگ سفیده دیگه، این سفید دور و بر. یک کلیک چپ یه جا انجام میدیم، یک کلیک چپ خودش میپره. دیدید خیلی ساده این قسمت سفید ما از بین رفت. اوکی، خیلی ساده بود دیگه، دیدید کار سختی هم نبود. حالا ما میخوایم بگیم این خرگوشه حرکت کنه، تکون بخوره. چطور این کار رو انجام بدیم؟ خیلی ساده است. ببینید خود پاورپوینت یه سری انیمیت های پیشفرض داره برای حرکت کردن که کلی به ما میتونه کمک کنه. حالا من اینو عمدن یه ذره بالاتر آوردم که شما ببینید. البته مبدأ مختصات هم فکر میکنم بتونیم ببینیم. بذارش مبدأ مختصات. خب اینم استاپ کنیم که خیلی واقعا خسته شد این خرگوشه، وقت برگشته. قرار هستش که خرگوش ما از اینجا حرکت کنه، مثلا 2 واحد بیاد سمت راست، 2 واحد هم بره بالا. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ خرگوش رو انتخاب کنیم، یک کلیک چپ کنیم که انتخاب بشه. خب بریم قسمت انیمیشن، قسمت پرکاربرد انیمیشن، سربر، یک کلیک کنیم. یه سری انیمیشن های پیشفرضی رو برای ما میاره. اینور اد انیمیشن رو بزنیم، اینجا لاینز رو میبینید، ببینید من انتخاب کردم انیمیشن رو زدم، اد انیمیشن. لاینز رو که بزنیم یه میبینید حرکت رو به پایین داره، ولی خب ما که رو به پایین نمیخوایم، میخوایم به سمت راست حرکت کنیم. چطور؟ ببینید بالا میگه از بالا به پایینه، روش یک کلیک چپ کنیم، میخوایم بگیم نه برو به سمت راست. ببینید شروع به حرکت کرد، دیدید؟ حالا مسیر رو هم تازه میتونیم معلوم کنیم. ببینید این قسمت گیره قرمز رنگ پایان مسیره، میتونیم بگیم مثلا شما تا اینجا بپر بیا. ببینیم چه شکلی میشه. پریویو رو بزنیم، ببینید دیدید رسید تا اینجا، با 3 تا جهش خودش رو رسون به اینجا. خب حالا یه بحث دیگه خدمتتون عرض کردم، رسیدن به هویج هستش دیگه. حالا ما یه هویجی رو اینجا بذاریم. حالا من اینو از اینترنت گرفتم، شما خودتون میتونید بگیرید. هویج رو بیاریم اینجا. خب یه ذره کوچیک‌ترش کنیم، مثلا هویج روی این نقطه قرار داره، مثلا روی نقطه 2 و 1، درسته؟ باید اینم دقیق مشخص کنیم که به خرگوش به هویج برسه. یعنی میخوایم 2 تا واحد بیاد سمت راست، رو محور طول حرکت کنه، یه واحد بره بالا. خب حالا ببینیم الان انیمیشن چقدر حرکت میکنه. 1 واحد، حالا بذاریم 1 واحد بذاریم چون میخوایم سریعتر انجام بدیم. 1 واحد به راست بیاد، 1 واحد بره بالا. حالا برای اینکه یه مقدار این حرکتش رو بیشتر تو ذهن تداعی کنیم، خدمتتون عرض کردم فایل های صوتی چقدر میتونن اینجا مفید باشن. ببینید من یه فایل صوتی حالا صدای فنر رو از قبل دانلود کردم. الان میشنوید صدای فنر رو؟ اگر میشنوید به من بگید که من بدونم ممنون میشم. احتمالاً باید بشنوید صدای فنر رو. ببینید این صدای خیلی کوچولو میاد. میشنوید آیا صدای فنر رو؟ خیلی خب، پس صدای فنر هم میاد. حالا چطور اضافهش کنیم؟ مثل همون تصویری که اضافه کردیم، میکشیم داخل پروژه، رها میکنیم. میبینید نشون میده که صدای اضافه شد. این مقدار کوچیک‌تر کنیم که خیلی معلوم نباشه. کجای میاد؟ قسمت انیمیشن. خب ما میخوایم بگیم هر بار که این خرگوش ما یه جهش انجام داد، یه صدای خلاصه فنر هم شنیده بشه. حالا چطور این اتفاق بیفته؟ ببینید ما برای اینکه انیمیشن هامون رو ببینیم، اینجا انیمیشن رو میزنیم، تب انیمیشن. خب بریم روی انیمیشن پین. خب این مثل یه اتاق فرمان میمونه برای ما. انیمیشن هایی که شروع میکنن به حرکت رو اینجا نشون میده. بزنیم ببینید چی میگه. میگه آقا شما 2 تا انیمیشن دارید. خب یکیش این پیکچر 22 که همین خرگوشه که یه واحد میاد سمت راست. انیمیشن بعدی شما صدای فنره. خب
یعنی ما باید بگیم صدای فنر با هر جهش این خرگوشه شنیده بشه. چطوری؟ ببینید پیش فرض پاورپوینت بر اینه که اون انیمیت های ما رو با یک کلیک چپ نشون میده، ولی ما میخوام بگیم نه، با خود قبلی پخش کن. چیکار کنیم؟ اصلا چطور رسیدیم اینجا؟ انیمیشن، سربرگ انیمیشن پین، میبینید اینو زدیم. حالا میخوام بگیم با قبلی شروع کن، اصلا نیازی به کلیک چپ ما نیست، صفر بشه. صدای فنر هم با قبلی شنیده بشه، درسته؟ با قبلی. خب حالا ببینیم چند بار این خرگوشه میپره. 1 2 تقریبا 2 بار 3 بار میپره دیگه. یه مقداری حالا بیاریم این برتر اینو. ببینید برای اینکه صاف حرکت کنه شیفت رو نگه داریم، یه ذره بکشیم این برتر. خب اوکی. حالا چون من خودم واقعا نمیشنوم، من صدا رو نداشتم واقعا، فکر کنم باز هم نتونم بشنوم. ما باید بگیم صدای فنر 3 بار تکرار شه. چرا؟ ببینید این خرگوش ما 1 جهش، 2 جهش، 3 تا جهش، دیدید 3 تا جهش انجام داد تا برسه به اینجا. بس ما بگیم 3 بار این صدای فنره تکرار بشه. دوباره بریم این قسمت سمت راست، صدای فنر. این فلش کوچولو رو بزنیم، نوشته شده تایمینگ، اینو بزنیم. خب اینجا نوشته ریپیت یعنی تکرار شدن، اینجا نان هست، میانیم روی چند بار؟ 3 بار تکرار بشه، درسته؟ یه اوکی میدیم. حالا بشنویم ببینیم چه اتفاقی افتاد. حالا حقیقت من واقعا نمیتونم بشنوم، شما ببینید آیا با 3 بار مچ شد یا نشد. اگه نشد یه ذره حرکت این خرگوشه رو تغییر بدید، خیلی راحت این اتفاق میفته. یعنی این انیمیشن ما، خرگوش ما به راحتی میتونه با در واقع اون هر جهشی که انجام میده صدای فنر رو بشنوه. چرا 3 بار صدای فنر رو؟ چون 3 تا جهش کرد. ببینید 3 بار پرید که به اونجا برسه. به این خاطر. آره احتمالاً کامل با هم هماهنگ نباشه، چون عرض کردم من صدا رو ندارم، حالا دقیق نمیشنم. چطور ما اینو درست کنیم؟ یه ذره این جهش ها رو کم و زیاد ما کنیم، دقیقاً با اون صدای در واقع فنر هماهنگ میشه. کار سختی نیست. حالا من چون میگم صدا رو من نمیشنوم، حالا نمیتونم دقیق رو هماهنگ کنم، ولی منزل که باشیم با خیال راحت میتونیم انجام بدیم. نه فقط با پاورپوینت نیست. حالا پاورپوینت به عنوان گام اول ماست، خیلی برنامه‌های بهتر و قشنگتری رو ما انشاءالله خواهیم داشت که خدمتتون میگم. خب فرمودن چرا 3 تا ما صدای فنر زدیم؟ به خاطر اینکه ببینید تا برسه اینجا 3 تا جهش داره. 1 2 3، درسته؟ به این خاطر گفتیم 3 بار مثلا جهش. حالا رسید اینجا خرگوش ما، درسته؟ حالا میخوام بگیم برو بالا. خب یعنی یه واحد بره بالا. چیکار کنیم؟ دوباره سربرگ انیمیشن اد انیمیشن رو بزنیم، باز دوباره این لاینر رو بزنیم، یه انیمیشن اضافه میشه. خب حالا باید بگیم که شما برو بالا، درسته؟ آپ، میبینید افکت آپشن رو میزنیم آپ. وقتی بیاد اینجا حالا باید بگیم کی شروع شد، باید بگیم بعد از این قبلی شروع شد، درسته؟ چون اول بره سمت راست بعد بره بالا. ببینیم آیا انجام میشه. ببینید 2 رفت بالا و حالا از اینجا شروع کرد به بالا رفتن. خب چرا برمیگرده عقب؟ اینو باید این سبز رو بیاریمش اینجا. ببینید، ببینیم حالا چطور شد. الان درست شد دیگه. ببینید مثلا رسید به نقطه 1 و 1. ببینید چقدر جالب بود. یه انیمیشن خیلی ساده با این حرکت حالا خرگوش رسید به نقطه 1 و 1. یه چیز دیگه هم اینجا خدمتتون نشون میدم. صدای فنر رو هم باید اضافه کنیم دیگه. یه بار دیگه اینجا حالا صدای فنر رو دوباره بیاریم اینجا اضافه کنیم کوچیک‌تر. خب بگیم با قبلی که این حالا بالا رفتن باشه شروعش. احتمالا میگم صدای هماهنگ نیست. چطور درست شد؟ ببینید چند کنترل زد بزنم بیاد عقب. خب این انیمیشن ما ببینید داره میره پایین. مثلا بذارید کلا یه بار دیگه انیمیشن رو اضافه کنیم. من میخوام وقتی خرگوشم رسید به این نقطه 1، خب یه باید بره بالا دیگه، درسته؟ نقطه 1 و 1. اوکی. حالا نه واقعا سخت نیست. اصلا سخت نیست، خیلی ساده انجام میشه. فیلم حالا دوباره ببینید متوجه خواهید شد. تا اینجا که خیلی ساده بود. ببینید
خرگوشه یه واحد اومد راست. خب حالا میخوام بگیم یه واحد برو بالا. چیکار کنیم؟ دوباره اینجا بریم سربرگ انیمیشن رو بزنیم. خب اینجا اد انیمیشن و اینجا لاین رو میبینید، لاین رو میزنیم این میره پایین پیش‌فرض. میخوام بگیم بیا بالا. خب افکت آپشن رو اینجا بزنیم، آپ رو انتخاب میکنیم، روی داون آپ بیاد بالا. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ببینید چه مشکلی هست. میاد تا خونه یک و دوباره برمیگرده عقب. خب این که اصلا مد نظر ما نیست. چطور این مشکل حل بشه؟ نگاه کنید. میبینید گیره حرکت دوم ما رو از کجا شروع میشه؟ از اول. درسته؟ ما میخوام بگیم نه، شما از مبدا شروع نشو، بلکه از اینجا، یعنی از نقطه یک شروع کن. چطور؟ این انتخاب کنیم. ببینید الان کلیک چپ کردیم، یک کمکی اینو کافیه فقط بیاریمش این برتر. انتخابش میکنیم و میاریم این انیمیت رو یه ذره این برتر. میبینید یعنی انگار از اینجا شما برو بالا. ببینیم چی شده. ببینید یک واحد به راست، یک واحد هم میپره بالا. ببینید به هویج رسید. دیدید؟ نه واقعا من بحث سخت بودن رو نمیپذیرم. به نظرم کار سختی نیست. حالا شاید یک کوچولو دشوار به نظر برسه ولی واقعا سخت نیست. و نگران هم نباشید، الان فیلم در حال ضبط شدن هست. ببینید الان 27 دقیقه است من دارم خدمتتون توضیح میدم. امیدوارم خستم نشده باشید. یه تایم، در واقع تایم، زمانی که بالا پایین میشم خدمتتون بگم و بعد ببینیم شرط به چه ترتیب است. ببینید ما میخوایم بگیم برای اینکه یه ذره حالا جذابیت به کار بدیم، بگیم این خرگوشه توی تایم خاصی مثلا حرکت داره انجام میده. چطور تایم اضافه کنیم؟ ببینید با خود پاورپوینت دوباره سربرگ اینسرت، خب شیپس رو میزنیم. این مستطیلی که حالا گوشه‌هاش هم خمیده هست، کلیک چپ کنیم انتخاب شه. یه دونه حالا حالت ستون مانند بکشیم که انگار زمان میخواد از بالا بیاد پایین. خب ما میخوایم این فعلا خالی باشه. شیپ فیل رو میزنیم، یه دونه کپی ازش بگیریم. ببینید تا اینجا که اوکی بود دیگه. یه دونه ستون زدیم، خیلی ساده بود، از سربرگ شیپ و بعد اینجا یک کنترل سی کنترل پی یک کپی بگیریم. حالا رنگش هم از طریق شیپ فرمت سبز کنیم. ببینید کلیک کردم رو شیپ فرمت سبز. چرا بهتون میگم؟ بیاد کنار، برگردیم اون اولی، اون حالا دور برش پوست کار ما انتخاب کنیم. این کلا بشه بدون رنگ. خب این تا اینجا. حالا اینو برگردونیم اینجا. ببینید میخوام الان، بعد میبینید چه اتفاقی میفته. دقیق روی قبلی سوارش کنم. این خرگوش بنده خدا رو هم متوقف کنیم خیلی خسته نشه. بله حالا ما میخوایم بگیم این تایملاین ما شروع کنه یواش یواش بیاد پایین، یعنی انگار تایم داره تموم میشه. چطوری؟ بریم رو سربرگ انیمیشن، ببینید بالایی رو انتخاب کردیم، این سبز رو انیمیشن رو بزنیم. اینجا ببینید نوشته وایپ. خب اینو ما باش کاری نداریم، ما باید وایپ پایینتر موقع خروج اگزیت. ببینید این انیمیشن های ورودی ماست. خب ما انیمیشن خروجی میخوایم. اوکی بریم سراغ همون اد انیمیشن رو بزنیم، قسمت اگزیت یعنی انیمیشن های خروجی ما، چون ما میخوایم این از بین بره. وایپ رو بزنیم. خب وایپ رو زدیم. حالا اینجا افکت آپشن میخوام بگیم از بالا بیا پایین. ببینید خیلی سریع اومد. دیدید یه دفعه تموم میشه. تایم رو بیشتر کنیم. بگیم که آقا جان قسمت دیوریشن رو میبینید الان ما انیمیشنش رو انتخاب کردیم، انیمیشن پایین اومدن این سبزه که ما میخوایم تایم داره تموم میشه انتخابش کردیم. اولا بگیم با قبلی شروع به حرکت کن، استارت پریویس، یعنی با قبلی شروع به حرکت کن. چقدر طول بکشه؟ مثلا 30 ثانیه. 30 رو میزنیم و اوکی میدیم. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. اینو نگاه کنید سمت چپی رو. ببینید آروم آروم داره میاد پایین. ببینید چقدر جالب شد. حالا اگه امیدوارم اصلا ببینید چون سمت چپ هستش. ببینید خیلی آروم آروم تایم ما داره از بین میره. حالا اینجا میتونیم افکت بذاریم، مثلا تایم که داشت تموم میشد صدا بده، یه جوری خلاصه مخاطب ما رو مشخص کنه. خب تا اینجای کار اگر نکته یا سوالی بود بفرمایید من توضیح بدم. امیدوارم تا اینجای کار استفاده لازم رو برده باشید. حالا سعی شد دیگه واقعا با
به قول بعضی از همکارا حالت صفر بگیم که متوجه بشن. در حد 5 دقیقه دیگه هم کار داریم و بعد دیگه ایشالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگه تا اینجا سوالی هست خواهش میکنم بفرمایید. این ستون سبزه یه تایم دیگه، ما میخوام بگیم مثلا خرگوشه که شروع حرکت میکنه یه تایم مثلا بیاد کم و زیاد بشه، نشون داده بشه. اگرم متوجه نشدید میگم واقعا نگران نباشید، این فیلم داره ضبط میشه و میدونید چرا؟ خب داره یواش یواش میاد پایین، یعنی اینکه تایم شما داره تموم میشه. خب بله، عرض کردم فیلم در حال ضبط هست، داخل گروه هم میذاریم و اگر ببینید خیلی متوجه نشدید واقعا جای نگرانی نیست. حالا فیلمو که ببینید وارد به قول معروف تمرین بشید خیلی ساده است، ببینید که چقدر لذت بخشه و وقتی خودتونم یه مقداری تفکر بفرمایید حتما میتونید فیلم خیلی زیبایی رو آماده بفرمایید و لطفا این کار رو هم انجام بدید. به عنوان اولین تکلیف یه بارم از زمین به آسمان بباره. همیشه ما معلم به دانش آموز میگیم، یه بارم دانش آموز به معلمش بگه که انشالله ببینیم واقعا چه حسی داره به قول همکارمون. خب و جا داره یه حالا تشکر خدا قوت هم داشته باشیم خدمت همکاران عزیز. اول جلسه هم گفتم، یه بار دیگه هم میگم، از طرف حالا مجموعه معاونت آموزش ابتدایی استان و اداره تکنولوژی واقعا تبریک و یه خدا قوت جانانه خدمت شما میگیم که ایشالله همیشه موفق باشید. خب این تا اینجای کار. حالا ببینید این انیمیت ساده رو داشتیم. پاورپوینت فرقی نداره خیلی، از نسخه 2010 به بعد یه سری فرق‌های درست شد ولی اصلا فرقی نداره شما چه نسخه‌ای رو داشته باشید. موضوع هم ببینید یه دونه، حالا خواستم جلوتر بگم الان خدمتتون میگم، بله فیلم ضبط شده رو هم میذاریم، زحمت بکشید. حالا تا جلسه بعدی که احتمالاً حالا ببینیم چه روزی خواهد خدمتتون قبلش میگم، چون این هفته ما توانمندسازی آموزگاران ناحیه 1 رو داریم، خدمتتون میگم ان شاءالله تا جلسه بعدی حتما یکی از مباحث کتابتون رو انتخاب بفرمایید. حالا هر پایه‌ای که هستید یه همچین انیمیشنی بسازید، هر جام که نیاز به کمک بود میتونید بپرسید، من کامل در خدمتتون هستم، خدمتتون میگم. حالا یه ذره میخوایم انیمیشن رو جذاب‌تر کنیم، جلوتر خیلی نمیریم. این نکته آخر، این هویجه رو میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم، یه کنترل از سی ازش بگیریم، یه کپی، کنترل سی کنترل وی کپی میگیره. خب ما میخوام بگیم وقتی خرگوشه رسید به این هویج، الان هویجه رو من رنگش رو میخوام کدر کنم. چطوری؟ 2 تا کلیک چپ میکنم، تب پیکچر فرمت بیاد و کالر رو میزنم. ببینید من این حالت کدرش میکنم. خب اوکی، این تا اینجا. من میخوام بگم وقتی این خرگوش ما رسید به این هویجه، این هویجه بیاد اینجا، اینم این رنگی بشه، جالب تر. حالا اگه شما 2 تا هویج داشته باشید، 2 تا 3 تا هر چند تا. خب حالا خرگوش وقتی رسید به این انیمیشن، در واقع به این هویج، این هویج حرکت کنه بیاد اینجا قرار بگیره. خب تو انیمیشن پین آخرین در واقع اتاق فرمان ما، انیمیشن پین آخرین اتفاقی که افتاده چی بوده؟ گفتیم آقا جان این تایملاین ما بیاد پایین‌تر، خرگوش هم که رسید به اینجا، پس تا به اینجا رسیده. نکته آخر هست، ببینید ما میخوام بگیم وقتی رسیدی به این هویج، این هویجه بره جای این قرار بگیره، اینم رنگی بشه. چطور؟ بازم خیلی ساده، انیمیشن اد انیمیشن. ببینید روی هویج هم باید کلیک کنیم، این باید در حالت انتخاب باشه. اد انیمیشن، دوباره لاین رو بزنیم، ببینید میاد پایین. ما نمیخوام بیاد پایین دیگه، درسته؟ این قسمت قرمز رنگ آخرشه، یعنی قرمز رو میبینید میگه آخرش کجا میرسه؟ به اینجا. ما این قرمز رو نگاه کنید میگیریم، میگیم بیا اینجا قرار بگیر، دقیق روی این منطبق شو. ببینید حالا چطور انجام بشه؟ با بعد از قبلی دیگه، درسته؟ یعنی بعد از اینکه این خرگوش ما رسید به این هویج این حرکت کنه. پس اینجا کلیک چپ رو میزنیم، استارت افتر پرویس، یعنی بعد از قبلی. خب کلیک چپ، حالا ببینیم چه اتفاقی میفته.
خرگوش حرکت میکنه میره بالا، ببینید رسید به اینم حرکت میکنه میره اینو رنگیش میکنه. حالا افتاد پشته، چیکار کنیم بیفته بالا؟ ببینید این بیرنگه رو انتخاب کنیم. خب یک کلیک راست send to back، یعنی برو پشت سر قرار بگیر. حالا یه بار دیگه بزنیم. ببینید الان جالب شد، خیلی جالب بود. حالا اینجا میتونیم یه افکت پیروزی مثلا بذاریم، یه افکت تیک، صدایی که مثلا به اینجا رسید تیک بخوره. بعد حالا هویج بعدی رو مثلا یه جای دیگه بذاریم که اون هم مشخص بشه. خب